وقتی تصمیم میگیری ویلا بسازی، اولین سوالی که برات پیش میاد اینه چند طبقه باشه، فلت بزنم یا دوبلکس. اینجاست که یه انتخاب اشتباه میتونه کل طراحی رو خراب کنه. با من همراه باش تا چند تا نکته طلایی راجع به تعداد طبقات ویلا بهت بگم. ویلاها از نظر ساختاری به 4 تا دسته تقسیم میشن: ویلاهای فلت، ویلاهای نیم پیلوت، ویلاهای دوبلکس و ویلاهای تجملاتی تریپلکس که امروز قرار من راجع به ویلاهای فلت و ویلاهای دوبلکس حرف بزنم. اگر این ویدیو بازدید خوبی بگیره حتما راجع به نیم پیلوت و تریپلکس هم ویدیو خواهم ساخت. فلت یعنی چی؟ یعنی ویلایی که تک طبقه است، روی سطح صافه و هیچ طبقه دیگه‌ای نداره. در واقع تمامی عرصه ها و فضای ما توی طبقه همکف خلاصه و جمع میشه. مناسب برای کسانی هستش که زمین‌های بزرگی دارن، رفت و آمد زیادی دارن، افراد سالمند دارن، براشون دسترسی راحت تره. ممکنه فضا حس کمتر لوکس بودن رو انتقال بده، ولیکن قشنگی خودش رو داره و طرفداران خودش رو داره. اما میریم سراغ ویلای دوبلکس. ویلای دوبلکس همونطور که از اسمش مشخصه 2 تا طبقه مجزا از هم داره و با یک پلکانی این 2 طبقه به هم مرتبط میشن. حالا میتونه به صورت جدا طراحی بشه، یعنی 2 تا طبقه تک واحدی باشه، یا شامل یک ساختمون باشه و 2 عرصه مختلف، یعنی عرصه های عمومی که شامل اتاق پذیرایی و آشپزخونه، نشیمن، ناهارخوری، اتاق مهمان، اتاق کار، طبقه پایین و اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حمام و یک نشیمن خصوصی یا همون تیوی روم طبقه بالا. ویلای دوبلکس تفکیک فضای عالی بین فضای عمومی و خصوصی رو داره. دید و نور بهتری داره، نمای چشمگیرتری داره نسبت به فلت، اما همین چند تا نکته باعث میشه که هزینه ساخت و نگهداریش در سال مختلف بالا بره. من معمولاً برای زمین‌های کمتر از 400 متر دوبلکس رو پیشنهاد میدم، چون با طراحی درست میتونی فضا رو بزرگتر، چشمگیرتر و لوکس‌تر نشون بدی. ولی اگه دنبال آرامش، سادگی و دسترسی راحت هستین، فلت همیشه یه انتخاب بی‌نقصه. مهم اینه که طراحی با نیاز زندگی تو هماهنگ باشه، نه فقط ترند روز. و در پایان نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، واقعیت اینه که هیچ سبکی مطلقاً بهتر نیست. همه چی برمیگرده به نیاز شما، سبک زندگیتون و زمینی که میخواین برای ویلا در نظر بگیرید و بسازید و میزان بودجه‌تون. بقیه‌شو باید بسپارین به ما. حالا بگو انتخاب تو کدومه؟ ویلای فلت یا دوبلکس؟